با عرض سلام خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد جذب آهن در بدن یه صحبتی رو داشته باشیم، یه خلاصه روندی از جذب آهن تو بدن رو با هم مرور کنیم. همونطور که میدونیم آهن به دو صورت Fe2 مثبت که فرو هستش و Fe3 مثبت که فریک هستش تقسیم بندی میشه که بدن بیشتر آهن فرو رو جذب میکنه، آهن فریک رو بدن ما جذب نمیکنه. حالا این جذب از کجا رخ میده؟ بیشترین میزان جذب آهن توی بدن از دئودنوم هستش و کمی ژژنوم هم توی جذب آهن تو بدن نقش دارن. اگر به شکل شماتیکی که کشیدیم نگاه کنید به این صورته که ما یک کانال برای ورود آهن به نام DMT1, DCT1, NRAMP2 یا SL11A2 داریم که آهن رو به صورت Fe2 مثبت وارد انتروسیت ها میکنه. ولی آهنی که از غذا و از مواد غذایی تو بدن ما میاد Fe3 مثبت هستش. برای اینکه این Fe3 مثبت به Fe2 مثبت تبدیل بشه در کنار این کانال یک پروتئینی به نام دئودنوم سایتوکروم B5 ردوکتاز وجود داره که این آنزیم باعث تبدیل Fe3 مثبت به 2 مثبت شده و باعث میشه تا این Fe2 مثبت وارد انتروسیت ها بشه. تو همین لایه یک کانالی به نام HCP1 هم ما داریم که باعث انتقال مستقیم هم به داخل انتروسیت ها میشه. در نقطه مقابل همین لایه توی لایه بازال یا بازولترال ما کانالی به نام فروپورتین داریم که باعث خروج آهن از انتروسیت ها و دئودنوم میشه که به صورت Fe2 مثبت این خروج اتفاق میفته. ولی برای اینکه آهن به ترانسفرین متصل بشه و به بافت ها منتقل بشه ما نیاز داریم که این Fe2 مثبت تبدیل بشه به Fe3 مثبت که برای این تبدیل بعد از خروج آهن از فروپورتین هفاستین و سرولوپلاسمین پروتئین هایی هستند که باعث تبدیل Fe2 مثبت به 3 مثبت میشن و این Fe3 مثبت میاد وارد ساختار ترانسفرین میشه و ترانسفرین آهن رو به قسمت های مختلف بدن منتقل میکنه. یک کانال دیگه هم هست برای خروج مستقیم هم به نام FLVCR که اگر مشکلی توی FLVCR اتفاق بیفته باعث آنمی هایی مثل آنمی دیامون بلک فن که اختلال خالص اریتروپوئز هستش رو میتونیم داشته باشیم. یه نکته این بغل ببینید، هپسیدین یه پروتئینی هستش که در التهابات و عفونت ها تولید میشه و افزایش این هپسیدین باعث میشه تا این هپسیدین بیاد فروپورتین رو اینترنالیزه کنه، تخریب فروپورتین رو باعث میشه. وقتی تخریب فروپورتین اتفاق افتاد آهن دیگه نمیتونه از انتروسیتا خارج بشه و در دسترس ترانسفرین و بافتا قرار بگیره و باعث ایجاد آنمی آف کرونیک دیزیز خواهد شد. یعنی در دسترس قرار گرفتن آهن رو هپسیدین ممانعت میکنه با اینترنالیزه کردن و تخریب کانال فروپورتین. حالا چه چیزهایی باعث افزایش جذب آهن میشه؟ اسیدها مثل HCl مثل اسید سیتریک باعث افزایش جذب آهن میشه. افزایش اریتروپوئز که یه حالتی مثل افزایش نیاز هستش باعث این حالت میشه. اگر ما آیرون دیفیشنسی آنمیا یا آنمی فقر آهن داشته باشیم، افرادی که حامله هستن، افرادی که هموکروماتوز یا رسوب آهن تو قسمت‌های مختلف بدن دارن، افزایش جذب آهن رو هم میتونن تجربه بکنن. کاهش دهنده های جذب آهن تو بدن چیه؟ تانن، فیتات، اگزالات ترکیباتی هستن که باعث کاهش جذب آهن میشن. کاهش اریتروپوئز یعنی ما نیازی به جذب آهن نداریم، کاهش پیدا میکنه. عفونت که با افزایش هپسیدینی عمل رو انجام میده و سایر موارد که باعث کاهش جذب آهن تو بدن خواهند شد. یه نکته اینجا ببینید، ذخیره آهن تو بدن بهش میگن فریتین. فریتین توی آقایان رنجش 40 الی 340 میکروگرم پر لیتره، توی زنان 14 الی 140 میکروگرم پر لیتره. نکته مهم اینجا اینه که فریتین یک پروتئین فاز حاد مثبت هستش. یعنی چی؟ یعنی توی التهابات و عفونت‌ها به صورت کاذب افزایش پیدا میکنه. یعنی شما میتونید فردی رو داشته باشین که آنمی فقر آهن داشته باشه،
خب اصولا ما تو آنمی فقر آهن باید کاهش فرریتین رو داشته باشیم، ولی چون ایشون عفونت، التهاب یا هر چیز دیگه ای داره، میبینید که آهن این شخص پایینه ولی فرریتینش بالا هستش، بالای مثلا شاید 1000 هستش. توی این حالت حواسمون باشه که این فرریتین کاذبه و اصلا قابل اعتماد نیست. امروز در مورد جذب آهن در بدن یه خلاصه‌ای رو به شما گفتیم. امیدوارم که مفید بوده باشه، دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید. ممنون از شما.